پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده خداوند هیچ دردی رو نازل نکرده مگر اینکه همراهش دوایی هم نازل کرد. پس اگه مریض شدی مداوا بشی. اگه رضای خدا در اینی که انسان با دوا و دکتر و تشخیص پزشک مداوا بشه مداوا میشه. اگه نشدم همینجور کفاره گناهانش هست. اگه گناهی نداره علو به درجاتشه. یه وقت انسان بیماری دامنگیرش میشه، امتحان خداوندیه، گناهی نکرده که کفاره گناهانش بشه، اما صبور بودنش درجاتشو بالا میبره. مثل استغفار پیامبر که گناهی نکرده بود که بگیم حالا تو یک جلسه 70 بار استغفار میکنه. این هم یک نوع تواضع هست، یک نوع آموزش برای ما هست، برای امتش، و هم علو به درجاتشه. پس ما هم اگر گناهی نکردیم پشت سر هم استغفار بکنیم، هم تواضع در مقابل خداونده و هم علو به درجاتمون است.